اینو 15 دلار گرفتیم و 130 دلار فروخت و اینم 4 دلار گرفتیم و 45 دلار فروختیم. حالا باعث پولایی که در آوردیم و یه جا خرج می‌کردیم دیگه. حالا کجا بهتر از مغازه همه چی فروشی؟ این همزنه رو دیدم، بعد که قیمتش چک کردم فکم افتاد، ولی خوب شد قبل از خریدش تستش کردم چون که متاسفانه خراب بودش. این جارو برقی دایسون خیلی قیمتش بالا بود ولی یکم کثیف بود. گفتم برم تستش کنم ببینم کار میکنه یا نه. کنار همون جارو دستیش هم پیدا کردیم که قیمتش تو اینترنت بالا بود. شبیه این کفشر هم تا الان چند بار فروخته بودیم ولی خب این خیلی کثیف بود. دو دل بودم این کارت پوکیمون رو بگیرم یا نه، ولی قیمتش چک کردم گفتم اوکی یه ریسک کوچولوئه دیگه. چند تا دیگه این عروسک‌های کلکسیونی پیدا کردم که خودم گفتم کدوم اسکلی واقعا اینا رو میخره. خریدامون رو داشتیم حساب میکردیم که چشم به یه دوربین افتاد که خریدیمش و رفتیم خونه. دوربینه تا 400 دلار هم فروش میرفت و فکر کنم حدود 350 دلار بتونیم بفروشیمش.